خوش آمدین به آموزش کامل تیک تاک. امروز تیک تاک را از صفر تا مرحله در آموزش بدون فالوور بدون سانسور برایتان آموزش میتم. چرا؟ به خاطر که تیک تاک از نظر شما یک برنامه سرگرمی است، ولی از نظر من خزانه دلار است، یعنی منبع درآمد است. اگر شما خواسته باشید شما میتونید تیک تاک را برای خود یک منبع درآمد بسازین و ماهانه ازش هزاران دلار درآمد داشته باشید، حتی اگر توانایی تولید محتوا را نداشته باشید. توانایی تولید محتوا یعنی چی؟ یعنی این که مثل دیگه مردم که از خلاقیت خود، از هنر خود ویدیو میگیرن و در تیک تاک نشر میکنن و از اینجا ماهانه از طریق ویدیوهایشان درآمد میکنن، شما فکر کنید نه خلاقیت دارید، نه هنر دارید، نه در خارج هستین. چون بعضی وطندارای ما فکر میکنه که به خاطر درآمد از تیک تاک ما باید در اروپا باشیم، بعد از اون ما میتونیم از تیک تاک درآمد داشته باشیم. این گونه نیست وطندارای عزیز. اگر شما آیفون ندارین، کامera ندارین، خلاقیت ندارین، هنر ندارین، در افغانستان هستین، ایران هستین، پاکستان هستین، بازم میخواین که از تیک تاک درآمد داشته باشین، 100% شما میتونین. حتی به خاطر درآمد از تیک تاک شما ضرور نیست که در اروپا باشین، آیدی کارت اروپا را داشته باشین. با همین پاسپورت افغانی خودتان میتونین که تیک تاکتون را بدون فالوور مونتایز بکنین و با اولین ویدیو در آموزش شما از تیک تاک شروع میشه. چگونه ویدیو را کامل ببینین. امروز قسمی که برایتان گفتم از صفر تا مرحله در آموزش بدون فالوور برایتان آموزش میتم. و ها ایرم برایتان یادآور شوم که به خاطر درآمد از تیک تاک مثل یوتیوب و فیسبوک واره از خود شرایط داره. 10,000 فالوور و 1 لک دقیقه واشته ما پوره میکنین، بعد از اون تیک تاک شما مونتایز میشه. ولی ما امروز یک راه دیگر برایتان نشان میدم که از این طریق شما میتونین بدون فالوور تیک تاکتون رو مونتایز بکنین، یعنی اصلا به فالوور ضرورت ندارین. بدون فالوور هم شما میتونین تیک تاکتون رو مونتایز بکنین و با اولین ویدیو در آموزش شما از تیک تاک شروع میشه. و همچنان تشویش حساب بانکی را نداشته باشین. اگر من درآمد کردم درآمدم از کجا بگیرم، اینم برایتان راهنمایی میکنم. از این بیشتر وقت شما را زیاد نمیگیرم. اینجا اسکرین گوشی محمد ببینیم برایتان لایف آموزش میتم. من ساعتم 10:27 دقیقه است. لایف امروز جمعه است، درست است. یک خزانه ویدیو را برایتان نشان میتم. ویدیوها را از اونجا میوردارین، میارینش در تیک تاک اپلود میکنین، درآمد میکنین. ببینین اینجا اسکرین گوشی محمد. به خاطر درآمد از تیک تاک از هم اول ما برای خود یک دانه اکانت پروفشنال تیک تاک میسازیم. اول من اینجا تیک تاک رو براتون نشان میدم. این تیک تاک رو ما بدون فالوور مونتایز کرده بودم. خب فعلا میبینین 43300 دانه فالوور شده. اینا من براتون زوم میکنم. این ویدیو رو هم دیروز آپلود کردم. 2,85,000 بازدید گرفته. درآمدش حال نشان نمیدم به خاطر که در آخر ویدیو باز درآمد این رو براتون نشان میدم. خب این حالا ما چیکار میکنیم؟ ما ایرا لگاوت میزنم از اینجا. خب چون گفتم از صفر برایتون آموزش میتونم. بعضی وطندارای ما باز بهانه میکنه، میگه تو تیک تاک از یک جای دیگه دانلود کردی، ما را فریب میدی، ما را میگی از پلی استور دانلود کنین تیک تاک را و بعد از تیک تاک بسازین. از خودت نمیفهم از کجای اینترنت دانلود کردی، باز ما را میگه فریب میدی. این را من تازه جور کردم، یا مونتایز است. خب ایرا من لگاوت میزنم. ایرا هم لگاوت میزنم به خاطر که پیش شما بهانه باقی نمونه. باز بهانه نکنین که لطیف تو خود تیک تاک خودت لگاوت زدی ولی در اینجا یک تیک تاک دیگه لاگین بود، ایرا تو جور کردی، این حال ما را فریب میدی. نخیر، ما لایف است، نه هیچ ویدیو را کات نمیکنم، درست است. دوباره میایم در پروفایل میبینین که این لگاوت نشد. حتی این تیک تاک را از گوشی خود انستال میکنم در پیش روی شما از صفر به خاطر از اینکه پیش شما بهانه باقی نمونه. نه انستال شد، در گوشی ما تیک تاک نیست. این حال میریم از صفر ایرا دانلود میکنیم. ولی قبل از او ببینین من ایرا به خاطر از این نشان دادم هر وقتی که میخواستین تیک تاک جور بکنین از هم اول برای خود یک دانه وی پی ان از پلی استور دانلود میکنیم به نام سوپر وی پی ان است. این وی پی ان است. این میرم از پلی استور برایتون نشان میدم چون نگوین که ایرا هم از یک جای دیگه دانلود کرده. این سوپر و بعد از این اینجا وی پی ان. این وی پی ان است، میبینین سوپر وی پی ان. این حال ایرا ما باز میکنم، درست است. از هم اول وی پی ان روشن میکنین و بعد از برای خود یک دانه جیمیل میسازین و از طریق اونمو جیمیل تیک تاک میسازیم، درست است. اینجا میبینین وی پی ان ما باز شد ولی اینجا کانکت نشده. اینجا کشورها میآید. اینجا شما دو کشوری که من برایتون میگم اونمو دو دانه کشور انتخاب میکنین، یا جرمنی یا یونایتد استیت، فرانسه و یوکی یا ژاپن انتخاب بکنین. تیک تاک شما درست است. اینمی شرایط درآمدزایی را می داشته باشه، کریئتر ریوارد می داشته باشه، یعنی پروفشنال جور میشه. ولی از طریق یوتیوب یا اینستاگرام شما نمیتونین تیک تاک تون مونتایز بکنین. ببینین ما گفتم یک راه دیگه را برایتون نشان میدم بدون فالوور و اون راه دوم که است خود تیک تاک برایتون معرفی کرده. از طریق یوتیوب یا اینستاگرامتون شما میتونید تیک تاک تون را مونتایز بکنین. در یوتیوب باید 10,000 سابسکرایبر داشته باشین و در اینستاگرام 1 لک فالوور. حال تشویش از زیر نکنین. من چینل یوتیوب ندارم، 10,000 سابسکرایبر ندارم. اگر یوتیوب دارم 10,000 سابسکرایبر ندارم، یا اگر اینستاگرام ندارم، اگر دارم 1 لک فالوور ندارم.
فالوورای فیک هم شما میتونین که استفاده بکنین. حالا راه حلش برایتون میگم، شما فقط ویدیو رو کامل ببینین. خب اینجا میبینین جرمنی، فرانسه، یوکی، یو اس هستم. من اینمی یونایتد استیت انتخاب میکنم و بعد از او کانکت کلیک میکنم. به خاطر که من هفته گذشته هم یک تیک تاک بدون فالوور مونتاژ کردم، پیشتر در تیک تاک به نشان دادم برایتون. نه او را که هستم از کشور جرمنی جور کردم. پیش از اون من 2 دانه را جور کردم، یکی از کشور یوکی. اینجا تبلیغات میاد، تبلیغات مکمل ببینین. خب اگر تبلیغات مکمل نبینین باز تیک تاک شما پروفشنال نمیاد، چون اینجا که هست وی پی ان رایگان است. چون تبلیغات میاد باید تبلیغات ببینین، اگر وی پی ان تون قطع وصل میشه. خب اینا وی پی ان ما وصل شد. اینا از اینجا میبرایم. ببینین من هفته گذشته گفتم که یکی از کشور یوکی، یکی هم از کشور فرانسه جور کردم. هر دویش هم پروفشنال جور شد ولی مونتایز نشد بدون فالوور، چرا که یکی از یک هفته نمیفهم جرمنی و فرانسه را قبول میکنه، یک هفته یونایتد استیت را قبول میکنه. سر تیک تاک این رقمی است، یعنی یک کمی گدودی داره. خب این حال وی پی ان ما که وصل شد میریم دوباره از پلی استور این حال تیک تاک نوشته میکنیم. تیک تاک از صفر دم پیش روی شما ما دانلود میکنیم. نه گفتم که در پیش شما باز بهانه نمونه که نگوین والله لطیف تو از یک جای دیگه دانلود میکنین. تیک تاک هست، میبینین اینجا 1 بیلیون نفر اینجا ایرا اینستال کرده. من اینستال میکنم و این حال منتظر میباشیم تا این مکمل اینستال شوه. اینا تیک تاک ما اینستال شد. این حال تیک تاک باز میکنیم. از می اپلیکیشن تیک تاک هم این حال میتونین که شما اکانت تیک تاک بسازین، پروفشنال میشه، یا هم از طریق گوگل کروم. من از زمین جمع آموزش میتم، از اونجا آموزش میتم. اینجا که هست اینگونه یک صفحه میاد، اینجا که شما اومدین ادویکیشن انتخاب بکنین، کمدی رو انتخاب بکنین، انترتینمنت انتخاب بکنین. اینجا فرق نمیکنه، هر کدامش انتخاب کرده میتونین. نکست میکنیم و بعد از فایند اند کانتینیو میگه درست از اسکرول کو میگه. اینال میام در پروفایل میبینین اینجا از سابق جیمیل های من اینجا نشان میتم. اینا رو لاگین نمیکنم، میبینین اینجا اکانت ندارم. اینال به خاطر از این که ما اکانت بسازیم این تیک تاک از اینجا بسته میکنیم، میریم برای خود از هم اول یک دانه جیمیل میسازیم. به خاطر از این اپلیکیشن جیمیل باز میکنین و بعد از اینجا بالای 3 نقطه کلیک میکنین، میاین اینجا در تنظیمات و بعد از اینجا تمام جیمیل هایی که در گوشیتون لاگین است اینجا نشان میده. من اینجا رو سانسور کردم به خاطر که جیمیل های شخصی است نمیخوایم نشان بدم. شما در پایین اومده اینجا اد اکانت کلیک میکنین و بعد از اینجا گوگل انتخاب میکنین. اگر گوشی شما رمز داشته باشه اینجا رمز شما رو پرسان میکنه، این گونه رمز گوشیتون رو بزنین و بعد از اینجا میبینین که یک صفحه آمد میگه اگر از قبل ایمیل داری لاگین کو یا اگر میخواید تازه بسازی اینجا کریت اکانت کلیک میکنین، فور مای پرسونال یوز انتخاب میکنین. این حالی که هست اینجا برای خود تیک تاک میسازین. من به نام اینمی چینل افغان آنلاین تیپس میسازم. خب به نام خودم نمیسازم، من میبینین افغان آنلاین تیپس. جیمیل خود را انتخاب کردیم، در پایین نکست کلیک میکنیم. این حال اینجا تاریخ تولد میگه، من تاریخ تولد از پیش خود میزنم. ولی شما که هست تاریخ تولد اما تاریخ تولدی که در پاسپورتتون هست اون رو بزنید، به خاطر که یک روز ممکن است که اینمی رمز جیمیلتون رو فراموش بکنین. از طریق اینمی تاریخ تولد میتونین دوباره رمزتون رو بازیابی بکنین. من از پیش خود میزنم فعلا به خاطر آموزش جور کرده هستم و اینجا جنسیتش انتخاب میکنیم، میل، نکست کلیک میکنیم و بعد از یوزر میگه این حال اینجا که هست یک دانه جیمیل برای خود انتخاب میکنیم. من اینجا نوشته میکنم افغان آنلاین تیپس 2026 میمانم به خاطر که این آموزش سال 2026 هست دیگه. این حال نکست کلیک میکنیم. این از قبل یک نفر گرفته میگه، ما 2027 انتخاب میکنیم. این حال رمز میگه و رمزش هم برایتان میتونم فعلا که هست ما سانسور میکنم. در آخر ویدیو یا در ادامه ویدیو باز رمزش نشان میتونم، هر کس گرفت نوش جانش، درست است. اینجا این حال من رمزش انتخاب میکنم. خب اینجا من رمزش هم انتخاب کردم، حتی یک اسکرین شات هم میگیرم، باز در آخر ویدیو یا در ادامه ویدیو رمزش میتونم، هر کس گرفت نوش جانش، درست است. این حال اینجا نکست کلیک میکنیم و بعد از اینجا که هست سیو یور پاسپورت میگه، نات نو کلیک میکنیم به خاطر که من نمیخوایم چون این را برایتان هدیه میتم. خدا کنه که شماره موبایل نخواه، اگر شماره موبایل خواست این وریفای میگه، درست وریفای کلیک میکنیم. شماره موبایل من اینجا اضافه شد. ببینیم که شماره موبایل قبول میکنه نمیکنه، چون ما زیاد جیمیل جور کردیم، هر روز یک دانه جیمیل جور میکنم به خاطر اینمی آموزش ها. بعض وقتا که هست سیم کارت مرا قبول نمیکنه چون زیاد جور کردیم. اینو میبینیم پلیس ترای اگین ویت دیفرنت نمبر میگه، نکست کلیک میکنیم. خب ما از این صفحه بیرون نمیشه، من قسم میمونم، من میرم سیم کارت خورا اینا من پیش روی شما اینا سیم کارت تبدیل میکنم. اینجا یک سیم کارت دارم، من براتون نشون بدم. میبینین این سیم کارت که هست من دفعه تبدیل میکنم. انا وطندارای عزیز سیم کارت تبدیل کردم. این حال دوباره بالای وریفای کلیک میکنیم، ببینیم که سیم کارت قبول میکنه نمیکنه، به خاطر که این سیم کارت تا هنوز استفاده نکردیم. خب
فقط یک دو بار جیمیل ساخته بودم دیگه نساختیم، او هم هفته گذشته بود فکر کنم. اینا قبول میکنه تا جایی که نه قبول کردیدین. اینا من برایتون زوم میکنم افغان آنلاین تیپس 2027 و اینالی که هست نکس کلیک میکنیم و بعد از در پایین میایم اگر کلیک میکنیم. ایران برایتون یک درس شد. اگر زیاد شما جیمیل جور بکنین سیم کارت شما را قبول نمیکنه. نه جیمیل ما ساخته شد. خب اینا میریم در اینجا که هست جیمیل رو دوباره باز میکنیم و منتظر میباشیم که در پایین جیمیل ما بیایه. فعلا اینجا جیمیل های ما را نشان میده. خودش از صفحه اتومات برآمد به خاطر که ما سیم کارت تغییر داده بودیم. نه اینا در پایین آمد افغان آنلاین تیپس 2027. اینا از اینجا میبریم. اینا اینجا بالای لوگوی خود کلیک کرده اینا همین جیمیلی که ما تازه ساختیم اون را لاگین میکنیم. به خاطر از اینجا میبینین افغان آنلاین تیپس 2027 بالایش کلیک میکنم. این جیمیل اینا لاگین شده. اینا ما برایتون در بالا نشان میتونم ببینین. اینا میریم برای خود یک دونه اکانت تیک تاک میسازیم و اینم تیک تاک هم خوب ما تازه از پلی استور دانلود کردیم. میبینین اینا ما برایتون باز کرده نشان میتونم که فعلا هیچ گونه اکانت ما در اینجا لاگین نیست. در پیش روی شما را از پلی استور دانلود کردم. اینا من در پروفایلم کلیک میکنم. اینجا تیک تاک های مرا به خاطر نشان میده چون اینجا تمام جیمیل هایی که اینجا هست در گوشی ما لاگین است. از این خاطر خب اینا از اینجا من اگر بسته بکنم میبینین صفر است. هیچ گونه اکانت در اینجا نیست. اینا بالای اینم پروفایل دوباره کلیک میکنیم و بعد از اینجا ساین اپ است بالایش کلیک کرده اینجا که هست کانتینیو ویت گوگل هم انتخاب کرده میتونین. کانتینیو ویت ایمیل هم فیسبوک هم. ما کانتینیو ویت ایمیل انتخاب میکنیم. از اینجا ما یک اکانت تازه میسازیم. اگر از اینجا ساختین خوب اگر نساختین از گوگل کروم هم میتونین بسازین. مثلا اینجا گوگل کروم باز میکنین و بعد از اینجا در گوگل اومده نوشته میکنین تیک تاک ساین این یا تیک تاک لاگین. ما از گوگل کروم میسازم به خاطر که بعض اوقات که هست از اپلیکیشن وقتی که شما ساختین قبول نمیکنه. هر دوش هم یک بار امتحان میکنه. من ادم پیش روی شما از اپلیکیشن تیک تاک میسازم. خب و بعد از اینجا که هست کانتینیو ویت ایمیل انتخاب میکنم. ایمیل آدرس میگه. ایمیل آدرس خود نوشته میکنیم افغان آنلاین تیپس 2027. اینا کانتینیو را کلیک میکنیم و در بالا همیشه فکرتان باشه که وی پی ان روشن باشه قطع وصل نشه. خب اینا بر ما میگه که انتر پاسورد میگه. یک دونه پاسورد انتخاب میکنین. پاسورد تیک تاک هم من انتخاب میکنم. حتی اسکرین شات از این میگیرم و بعد از او کانتینیو را کلیک میکنیم. اینا تاریخ تولد میگه. اینجاش خیلی مهم است. اگر میخواین تیک تاک تو را مونتایز بکنین باید مطابق پاسپورت یا تذکره الکترونیکی که داره مطابق همون تاریخ تولد تو را انتخاب بکنین. میرا که هست 1995 میمونم. بعدا میتونین تغییر بدین. خب میرا از پیش خود زده رایستم درست است. و ایرام که هست اکتبر حتی نوامبر میمونم. میبینین نوامبر 11 1995 هر کس گرفت تاریخ تولد مطابق پاسپورتتون باز تغییر بدین. از تنظیمات تیک تاک رفته به خاطر که وقتی که شما مونتایز کردین یا میخواین درآمد بکشین اون وقتی هست از شما عکس هویت میخواهد. عکس پاسپورتتون را روان میکنین که مطابق تاریخ تولد پاسپورتتون دمی تاریخ تولد تیک تاک یکسان باشه. اگر نه درآمدتون را گرفته نمیتونین. اینم براتون یادآور شم. اینا بالای کانتینیو کلیک میکنیم. وریفای یور ایمیل میگه. اینا دمی جیمیلی که ما تازه ساختیم یک کد رفت. خب اینجا در بالا میایه. اگر نامت از اینجا میبره به خاطر که وقتش کم است. میبینین 47 ثانیه 46 ثانیه 45 ثانیه. اینا میریم در جیمیل. این جیمیل رو باز میکنیم. اینجا کد آمد. خب یک بار رفرش میزنیم میایه اون 19 چند است. اینا میره کپی میکنیم گمش کنین. این کد کپی میکنین دوباره میریم در تیک تاک و بعد از اینجا اینجا پیست میکنیم. میبینین که تیک تاک ما به همین سادگی ساخته شد. اینجا بر ما میگه که شماره موبایل بده. شماره موبایل اصلا نتین. اگر شماره موبایل دادین از افغانستان و ترکیه تیک تاک شما که هست پروفشنال جور نمیشه. اصلا به شماره موبایل ضرورت نیست. ما خودم تا هنوز در تیک تاک شماره موبایل خود را اضافه نکردیم. و بعد از او اینجا در بالا اسکیپ کلیک میکنیم. اد نیکنیم میگه. نیکنیمش هم انتخاب میکنیم افغان آنلاین تیپس و بعد از او کانتینیو کلیک میکنیم. اینا تیک تاک ما جور شد. میایم در پروفایل در بالا ببینید افغان آنلاین تیپس و یوزر نیمش هم که هست افغان آنلاین تیپس 98 است. اینا را اول چک میکنیم که آیا پروفشنال جور شده یعنی همون کریتر ریوارد داره یا نداره. به خاطر چک کردن از اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنین. تیک تاک استودیو را کلیک میکنین و بعد از منتظر باشین در پایین نشان میده. اینجا گت پرفورمنس درست است میگیم کانفرم کلیک میکنیم و بعد از در پایین میایم. اینجا میبینین این تیک تاک ما که هست پروفشنال جور نشد. ما گفتم از تیک تاک که هست از برنامه بعض اوقات که هست کریتر ریوارد نمی داشته باشه. اینا میبینین کریتر ریوارد نداره. این را حذف میکنیم دوباره جور میکنیم به خاطر که این پروفشنال جور نشد. میبینین به خاطر حذف کردن از این که هست دوباره میریم دم تنظیمات
تیک تاک و بعد از او اکانت و در اینجا که هست دیاکتیو اور دلیشن هست بالش کلیک کرده این حال اینجا تیک تاک خود دلیت میکنیم به خاطر که این پروفشنال جور نشد. میبینید چیزی که حقیقت است ما برایتون لایف نشان میتم. ما در اول هم گفتم که از این برنامه تیک تاک وقتی که شما از پلی استور دانلود میکنین اگر از اینجا شما تیک تاک بسازین پروفشنال جور نمیشه، باید از گوگل کروم شما جور بکنین. این حال اینجا که هست ریزنتون رو بگوین چرا میخواین که شما تیک تاک تون حذف بکنین. آدر کلیک میکنیم و بعد از نه I have multiple account کلیک میکنیم، کانتینر کلیک میکنیم. اینا در جیمیل ما دوباره کد روان کرد، دوباره میریم در جیمیل کد کپی میکنیم از اینجا یک بار رفرش بزنیم کد میاد. خب اینی است 63 چند است ایرا کپی گرفتیم و بعد از دوباره میریم در تیک تاک و این حالی که هست اینجا ایرا دلیت کلیک میکنیم. تیک تاک ما دلیت شده، در پروفایل میایم دوباره تیک تاک نیست. میبینین این حالی که هست مجبور از گوگل کروم جور میکنیم. گوگل کروم رو باز میکنیم ولی قبل از یک جیمیل دیگه جور میکنیم به خاطر که جیمیل ما تازه ساختیم تیک تاک جور کردیم این جیمیل استفاده شد. اگر ما از گوگل کروم دوباره از طریق اینمی جیمیل تیک تاک بسازیم باز هم اینمی تیک تاک جور میشه، چرا که ما تازه دلیت کردیم. تا 7 روزه شما نمیتونین از این جیمیل استفاده بکنین. از این خاطر ما یک جیمیل دیگه زود کرده جور میکنیم. از اینجا میبرایم دوباره که از اینمی جیمیل باز میکنیم 3 نقطه و بعد از او سیتینگ و دوباره اینجا اد اکانت کلیک میکنیم، گوگل کرید اکانت کلیک کرده این حالی که هست برای خود یک جیمیل جور میکنیم. ببینین من در اول ویدیو گفتم ویدیو رو کامل ببینین، هر چی که حقیقت است چیزی که میشه نمیشه ایشه خلاصه گپ آب را در آب شیر را در شیر میکشم. اینی میشه میگم اینی نمیشه میگم. این قسم برایتون آموزش میتم تا شما در آینده با مشکل روبرو نشین. خب این حال نام از اینم دوباره انتخاب میکنم افغان آنلاین تیپس و بعد از نکست کلیک میکنم. من تاریخ تولد از پیش خود میزنم، هر کس گرفت بعد از این بار که هست 1996 میمانم، قبلا 95 بود این 96 هست. این حال جنسیتش انتخاب میکنیم میل، نکست کلیک میکنیم و بعد از اینجا یوزرنیم میگه. این حال اینجا افغان آنلاین تیپس، این بار که هست افغان آنلاین تیپس 2050 میمانیم. پیشتر 2027 بود این بار 50 میمانم. خب 2050 2060 شد اینی 50 و بعد از او نکست کلیک میکنیم و بعد از رمز میگه، رمزش من اینجا انتخاب میکنم، رمزم نوشته کردم اسکرین شاتش میگیرم و بعد از او نکست کلیک میکنیم. این حالی که هست دوباره اینجا از ما شماره موبایل میخواد، نور کلیک میکنم. ببینیم این بار دیگه شماره موبایل نخواد، وریفای یور فون نمبر میگه، این شماره هم این استفاده شد. خدا کنه قبول بکنه. پیشترم جیمیل جور کردیم چون گوگل که هست بعد از این اینمی اکانت هایی که فیک هست یعنی زیاد جور میکنه قبول نمیکنه در یک شماره اگر زیاد شما جور بکنی. ریویو اور اکانت اینفو اینا جور شد. میبینین افغان آنلاین تیپس 2050 این حال ایران نکست میکنیم و بعد از او در پایین آمده آیگری را کلیک میکنیم و منتظر میباشیم که تا جیمیل ما ساخته شود. لودینگ شده است، گوگل سرویس، گوگل چکینگ و این حال در پایین منتظر باشین. اینجا افغان آنلاین تیپس 2027 پیشتر که ما جور کردیم در پایین همو 2050 میآید. خب اگر اینجا نامد از اینجا میبرین اون آمدم ما برآمدیم. خب اگر نامد اینجا در جیمیل خود آمده بالای لوگو کلیک میکنین در پایین اینجا میآید. این حال را انتخاب میکنیم به خاطر که ما تازه جور کردیم. از طریق از این حال ما تیک تاک جور میکنیم، میریم این بار از گوگل کروم جور میکنیم. پیشتر ما از اپلیکیشن تیک تاک جور کردیم پروفشنال جور نشد، از این خاطر ما اینجا گوگل کروم انتخاب میکنیم و بعد از در گوگل آمده نوشته میکنیم تیک تاک لاگین یا ساین اپ هم نوشته بکنین میشه. ما اینجا مثلا تیک تاک و بعد از لاگین نوشته میکنم و بعد از سرچ میزنم این اینجا آمد. میبینین تیک تاک لاگین و بعد از ساین اپ هم آمد. بالا این همین لینک اول کلیک میکنین و بعد از اوپن تیک تاک میگه اینجا نات ناو انتخاب میکنین به خاطر که اینجا برای شما میگه که از همین برنامه تیک تاک بساز یعنی ایرا باز کو. میگه ما میگم نه خیر، چرا که پیشتر جور کردیم پروفشنال جور نشد. ما میخوایم پروفشنال جور بکنیم تا از اینجا درآمد داشته باشیم و بعد از اینجا در پایین ساین اپ کلیک میکنیم و در اینجا که هست کانتینیو ویت گوگل یا کانتینیو ویت فیسبوک ما اینجا یوز اور ایمیل انتخاب میکنیم و بعد از تاریخ تولد انتخاب میکنیم. من این بار که هست 1995 میمانم این بارم و بعد از روزش میمانیم 10 و ماهش میمانیم دسامبر و بعد از نکست کلیک میکنیم. این حال اینجا میبینید شماره موبایل میخواد، اون در بالا کد نمبر امریکا آمد. میبینین US 001. ما اینجا ایمیل انتخاب میکنیم و بعد از اینجا ایمیل خود را نوشته میکنیم. این همین جیمیل که تازه جور کردیم به نام افغان آنلاین تیپس و بعد از 2050 @gmail.com. اینا افغان آنلاین تیپس 2050 @gmail.com و بعد از نکست کلیک میکنیم
و منتظر می باشیم که یک صفحه دیگه بیاید. اینجا که هست از ما رمز میخواد، رمزش انتخاب میکنیم. خب من اینجا رمزش هم انتخاب کردم. الان اینجا یک اسکرین شات میگیرم رمزش هم، به خاطر که برای شما میگم در ادامه ویدیو برایتان میتم. خب الان اینجا در پایین ساین اپ کلیک میکنیم و بعد از اون دمی جیمیلی که ما تازه جور کردیم یک کد رفت میبینین افغان آنلاین تیپس 2050 در بالا مون اونجا نوتیفیکیشن میاد. اگر نامد از اینجا میبرین میبینین ثانیهش کم است، باید تا اینمی 50 ثانیه پورا شدن شما باید اینجا کد نوشته بکنین. ما میریم از اینجا در جیمیل، این جیمیل است و بعد از او جیمیل که باز شد اینجا کد آمده میبینین 108337 ما اینجا نوشته میکنیم. دوباره میریم در گوگل کروم و اینجا نوشته میکنیم 108337 و این کد ببینیم که صحیح زدیم یا نه. من چون یک بار دیدم اینا قبول کرد. اینا یوزرنیم میگه، یوزرنیمش هم انتخاب میکنیم افغان آنلاین تیپس. خب افغان آنلاین تیپس و 2050 انتخاب میکنیم یوزرنیمش هم. این را برای ما ریکمند کرده اینا میره میگیریم افغان آنلاین تیپس 07 درست است. ساین اپ کلیک میکنیم چون ما به خاطر آموزش شروع کرده هستیم. این را هر کس گرفت باز یوزرنیمش تغییر بدین دیگه. میبینید تیک تاک ما با همین سادگی جور شده. نه ای در اپلیکیشن تیک تاک آمد. اپلیکیشن تیک تاک که هست از اینجا بسته میکنیم و بعد از خود می گوگل کروم جور میکنیم. اینا میریم در پروفایلش، ما برایتون نشان میتم. دوباره در اپلیکیشن میاره شما را از اینجا باز نمیکنین تا وقتی که اینجا تا پروفایل از گوگل کروم باز شدن. اینا میبینیم باز شد. این حالی که هست ما بالای سه نقطه کلیک میکنم و بعد از او اینجا که هست اینمی کریتر ریوارد یا همون آپشن کریتر ریوارد در گوگل کروم برایتان نشان نمیده. این حالی که هست از اینجا میبرایم یک بار مکمل از این گوگل کروم بر آمده میبینین. این حالی که هست در تیک تاک آمده اینمی تیک تاکی که از گوگل کروم ما جور کردیم اینجا لاگین میکنیم. به خاطر از اینجا لاگین انتخاب کرده این حال اینمی ایمیل یا یوزرنیم که میگه بالش کلیک میکنه اینجا ایمیل انتخاب میکنه. این حال اینمی جیمیلی که ما تازه جور کردیم اینمی رو نوشته میکنیم به نام افغان آنلاین تیپس و بعد از 2050 بود. این رو نوشته میکنیم افغان آنلاین تیپس 2050 و بعد از کانتینیو رو کلیک میکنیم. اینجا وریفای یور ایمیل میگه درست است. در ایمیل ما کد میره. خب از اینجا میبرایم میریم در جیمیل باز میکنیم تا اینمی کد کپی بکنیم. یک بار رفرش بزنیم این آمد. این کد هم که از اینجا کپی میکنیم این گونه. وقتی کپی کردین دوباره میرین در تیک تاک اینمی کد اینجا تایید میکنین و بعد از اینجا تیک تاک شما لاگین میشه. این آمد allow تیک تاک access your content نمیگم don't allow و بعد از میریم در پروفایل. اون در بالا ببینین افغان آنلاین تیپس 07 یوزرنیمش درست است. در اول وقتی که جور کردم برایتون زوم کردم گفتم باید داشته باشین. این حالا میریم بالای سه نقطه کلیک میکنیم تیک تاک استودیو میبینیم که پروفشنال جور شده یا نه. کانفرم کلیک میکنیم و بعد از میریم در پایین اینا کریتر ریوارد پروگرام داره میبینین. حتی اگر بالای مونتایزیشن کلیک هم بکنم اینجا هم نشان میده سابسکریپشن از کریتر ریوارد پروگرام است. میبینین اینمی کریتر ریوارد پروگرام که است برنامه درآمدزایی تیک تاک است. تا وقتی که اینمی را نداشته باشه بفهمین که اکانت شما پروفشنال نیست و شما نمیتونین درآمد بکنین. این حال بالای اینمی کریتر ریوارد پروگرام کلیک میکنیم میبینیم شرایطش. به خاطر که گفتم تیک تاک به خاطر درآمد از خود شرایط داره. 10000 فالوور و 1 لک دقیقه واشتیم. تا وقتی که اونمو را شما پوره نکنین نمیتونین درآمد بکنین. ولی من امروز یک راه دیگه را براتون نشون میدم. من آمد میبینین you are so close to join your creator reward program و بعد از در پایین میایم ببینین شرایطش چی است. سالتان باید از 18 بالا باشه و همچنان 10000 فالوور داشته باشین و 1 لک دقیقه واشتیم در ضرب 30 روز یعنی در یک ماه شما باید پوره بکنین و بعد از شما میتونین از اینجا درآمد بکنین. از اینجا هم چک کرده میتونین که تیک تاک شما پروفشنال است. یک طریقه دیگه است سیتینگ اند پرایوسی را کلیک میکنین و بعد از اکانت اینال اینجا اکانت انفورمیشن که است بالش کلیک میکنین. اینجا میبینین فون نمبر ایمیل آدرس نوشته است و در پایین ریژن نشان نمیده. چرا که اگر شما از کشور آمریکا بسازین اینجا ریژن نشان نمیده. اگر از کشور فرانسه یا یوکی جرمنی بسازین اینجا نشان میده. من براتون اسکرین شاتش نشان میدم. میبینین از اینجا هم شما چک کرده میتونین که اکانت شما پروفشنال است یا نه. و یک طریقه دیگه است اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنین و بعد از اون میاین تیک تاک استودیو. در تیک تاک استودیو که هست آپشنش می باشه بیاز کریتر ریوارد پروگرام گفته در پایین ببینین. اینترنت ما یکم ضعیف کرد. انا اینجا بالای همین مونتایزیشن وقتی که کلیک کردین اینجا هست کریتر ریوارد پروگرام درست است. این حال اینجا که هست به خاطر از اینکه اینا ما مونتایز بکنیم اول اینجا اد نیم میگه یک نام انتخاب میکنیم. ما به نام خود جور میکنیم. این حال عبداللطیف استرک. شما باز ایرا تغییر بدین. خب هر کس گرفت
این حال در بالا سیو کلیک میکنیم، کنفرم میکنم. 7 روز بعد نامش دوباره شما میتونید تغییر بدین. من فعلا به خاطر آموزشی کار کرده هستم. اینجا گفته 2 دانه عدد انتخاب کو، یکی باشه. گفته 2 دانه 7 است، کنفرم کلیک میکنیم. این حال نام ما اینجا به نام عبداللطیف استرک تیک تاک ما جور شد. یک دانه عکس پروفایل هم میمونیم. برای فعلا اینمی عکس خود را انتخاب میکنم و بعد از اون نکست کلیک میکنیم و بعد از اون اینجا چارج گوشیم هم خلاص شده است. عکس پروفایل ما هم آپلود شد. یک بار رفرش میزنیم اون اینجا در بالا آمد. ببینین اکانت ما پروفشنال 0 فالوور. من یک بار دیگه یوزرنیم ش برایتون زوم میکنم. افغان لطیف 07. این حال ایرا میریم مونتایز میکنیم. به خاطر مونتایز کردن گفتم که این رای که ما برایتان نشان میدم ایرا خود تیک تاک برایتان معرفی کرده. من سال قبلا برایتان آموزش داده بودم از طریق چینل یوتیوب یا اکانت اینستاگرام. اگر در اینستاگرام 1 لک فالوور دارین میتونین از طریق اینستاگرامتون بدون فالوور تیک تاک تو را مونتایز بکنین، یا چینل یوتیوب دارین 10000 سابسکرایبر داشته باشه از طریق چینل یوتیوب میتونین ایرا مونتایز بکنین. اگر چینل یوتیوب دارین ولی 10000 سابسکرایبر ندارین یا اکانت اینستاگرام دارین 1 لک فالوور ندارین، شما اینجا میتونین که سابسکرایبر فیک خریداری بکنین، یک کم هزینه بکنین. اینجا چیزی که حقیقت است برایتان میگم. این ضروری نیست که باید فالوورتون در اینستاگرام یا سابسکرایبرتون در چینل یوتیوب واقعی باشه. فالوور فیک هم شما میتونین که خریداری کرده تیک تاک تا را مونتایز بکنین. دیره ببینین من چندین بار خودم امتحان کردم، بچه‌هام هست امتحان کرده. اینجا من براتون اسکرین شات نشان میدم. خلاصه گپ این ضروری نیست که باید در چینلتون 10000 سابسکرایبر واقعی باشه یا در اینستاگرام 1 لک فالوور واقعی باشه. اگر فالوور فیک هم باشه، سابسکرایبر فیک هم باشه، تیک تاک تون مونتایز میشه. چگونه؟ من سال قبلا براتون آموزش داده بودم. این حال یک بار دیگه برایتان نشان میدم. به خاطر مونتایز کردن از میاین اینجا گوگل کروم باز میکنین و بعد از اون اینجا در گوگل کروم که هست نوشته میکنین join 1 minute plus growth program. این پروگرام خود تیک تاک کشیده بود. ببینید من پیش روی شما نوشته میکنم join 1 minute plus growth program. اینه در بالا آمد، بالاش کلیک میکنیم و بعد از اون اینی هست میبینین join 1 minute plus growth program. بالا از این هم کلیک کنین میشه و یا هم از اینجا میبریم. فعلا که هست accept invitation آمده. خب بالا از این کلیک میکنین و بعد از اینجا $800 برایتان کوپن زم میته، هدیه میته. به خاطر که وقتی که شما ویدیو آپلود میکنین ویدیوهایتون را اسپانسر میکنین. این $800 شما نقد کرده نمیتونین، یعنی در حساب بانکیتون کشیده نمیتونین. این را فقط میتونین ویدیوهایتون را اسپانسر بکنین تا ویدیوهایتون بازدید زیاد بگیره. و شرایطش چی هست؟ اینجا خودش نوشته کرده accept invitation to join 1 minute plus growth program. گزینه دوم verify your account to active the program میگه to join you must have at least 10,000 YouTube subscriber or 100,000 Instagram followers میگه. یا در اینستاگرام تون 1 لک فالوور داشته باشین میگه یا در چینل یوتیوب تون 10,000 سابسکرایبر. اگر ندارین فالوور فیک در اینستاگرام خریداری بکنین یا چینل یوتیوب دارین 10,000 سابسکرایبر فیک خریداری کرده میتونین از اینجا شما ایران مونتایز بکنین. ما قبلا این کار انجام دادیم. اولی ویدیو را ببینین دوباره برمیگردیم ایرا یک بار دیگه امتحان میکنیم. به خاطر که فعلا که هست بعضی اکانت ها را قبول میکنه بعضی ها را قبول نمیکنه. از این خاطر اول ویدیو را ببینین و بعد از لایو در پیش روی شما ایرا ما بالای accept invitation کلیک میکنم. اینجا ببینین $800 برایتان بونس هم میته، یعنی کاپانز میته و از این $800 شما میتونین که به خاطر اسپانسر ویدیوتون استفاده بکنین. این $800 را شما کشیده نمیتونین. ایرا فکر کنین که از طرف تیک تاک یک هدیه است به خاطر بازدید ویدیوهایتون. به خاطر جوین شدن در این پروگرام یا 10,000 سابسکرایبر در چنل یوتیوبتون داشته باشین یا 1 لک فالوور در اکانت اینستاگرامتون داشته باشین. از همین هر دو هر کدامش داشته باشین شما میتونین که تیک تاکتون را مونتایز کنین. ما یک داریم، یعنی 10,000 سابسکرایبر در چنل خود داریم. یعنی تقریبا 46,000 سابسکرایبر دارم و ما میخوایم که از طریق این چینل خود یه تیک تاک خود را مونتایز کنم. به خاطر از اینجا جوین پروگرام میگه بالاش کلیک میکنیم و این حال منتظر میباشیم تا می اکانت تیک تاک ما را بیاره. این حال ببینین پست 1 minute plus videos to get rewarded میگه. در چینل خود 10,000 سابسکرایبر داریم. از این خاطر اینجا verify your account میگه بالاش کلیک میکنیم و بعد از اون اینطور یک صفحه میآید. اینجا برای ما میگه که verify your account. آیا با اینستاگرام خود میخوای مونتایز کنی اکانت تیک تاک تا یا با چینل یوتیوب خود؟ ما اینجا یوتیوب انتخاب میکنیم. ببینین verify with یوتیوب. اینجا بالای از این گزینه کلیک میکنیم و بعد از اینطور یک صفحه میاد. اینجا تمام جیمیل هایی که فعلا در گوشی شما لاگین است اینا را برایتان نشان میده. اینجا شما همون جیمیل را انتخاب میکنین که با همون جیمیل شما اکانت یا هم چینل یوتیوب دارین. این جیمیل ما چینل یوتیوب داره. بالای این جیمیل خود کلیک میکنم و این حال اینجا نوشته کرده تیک تاک wants access to your گوگل اکانت میگه. تیک تاک میخواد که با جیمیل تو دسترسی پیدا بکنه. آیا اجازه میدی؟ در پایین میایم
بله میگم کانتینیو را کلیک میکنیم و بعد از او منتظر میباشیم لودینگ شده رایسته. خدا کنه همی این اپلیکیشن اندر ریویو میگه. خدا کنه که وی پی ان ما قطع وصل نشده باشه. گفتم قطع وصل نشد خوشبختانه. اینجا ببینید نوشته کرده تیک تاک will review your application according to our community guidelines. It usually takes 84 hours to review and you will receive an inbox notification of the result میگه. درست است؟ اینال میگه ما اینمی درخواست تو را بررسی میکنیم و تا 48 ساعت باید منتظر باشی. وقتی که ما درخواست تو را بررسی کردیم و بعد از او در اکانت تیک تاک تو همون جایی که نوتیفیکیشن میایه اونجا برای تو احوال میتیم یک نوتیفیکیشن میایه که آیا قبول شده یا نمیگه. اینجا گاتی تا کلیک میکنیم و اینال فقط منتظر میباشیم. اینجا نوشته کرده verifying your account. اینال ببینین ما اینجا جوین شدیم. درست است؟ اینال از گوگل کروم میبریم میایم در تیک تاک خود همون نوتیفیکیشن برایتان نشان میدم. وقتی تیک تاکتون را باز کردین اینجا اینباکس است. درست است؟ بالا اینباکس کلیک میکنین و در اینجا اکتیویشن که است ببینین اکتیویتیز است. هر وقتی که اومد اینجا برایتان احوال میده که آیا درخواست شما قبول شده یا نه. اینال منتظر میباشیم 48 ساعت ببینیم که قبول میشه یا نه قبول شد و بعد از اون برایتان ما هستم شما هستین ادامه ویدیو را باز میبینین دیگه. بعد از 48 ساعت آپشن جوین آمده برای من. اینجا ببینید من تاریخم برایتان نشان میدم. روز شنبه اپلای کرده بودم. امروز دوشنبه است و تاریخ ببینین 10 جون است. درست است؟ 3 ساعت پیش برام آمده بود ساعت 4 بجه. اینا من برایتان نشانم میدم. اینجا تیک تاک خود را باز میکنم و بعد از اون میایم در پروفایل اینمی اکانت بود. ببینین افغان آنلاین تیپس آفیشیال. اینا میرم بالای سه نقطه کلیک میکنم تیک تاک استودیو و اینا برایتان نشان میدم. خب و اینجا کریئتر ریوارد کلیک میکنم و اینا ببینین در بالا نوشته کرده you are invited to join میگه کریئتر ریوارد پروگرام. اینا رو در پایین ببینین اپشن جوین آمده. حالا ما بالای جوین کلیک میکنم اما قبل از او چیکار میکنیم؟ وی پی ان خود را باید یک بار روشن کنیم. اینجا سوپر وی پی ان است. ما همین وی پی ان استفاده کرده بودم و بعد از اینجا یوکی را دوباره سلکت کرده کانکت کلیک میکنیم. وی پی ان ما که وصل شد و بعد از اون میریم بالای جوین کلیک میکنیم. خب اینجا وی پی ان ما هم وصل شد. اینا از اینجا میبرایم میریم دوباره تیک تاک خود را باز میکنیم و اینا میایم دوباره در پروفایل بالای سه نقطه تیک تاک استودیو و اینجا کریئتر ریوارد پروگرام است. بالاش کلیک میکنیم و اینا دوباره آمدیم در همون صفحه قبلی. ببینین you are invited to join creator reward program. اینا در پایین آمده جوین کلیک میکنیم و اینجا اپلیکیشن ریسیوت میگه. ببینین thank you for applying. این هم 3 روز وقت میگیره. میگه اپلیکیشن شما ریسیو شد یعنی درخواست شما بر ما رسید. میگه حالا منتظر باشین که ما همین درخواست شما را بررسی میکنیم. مثل که همین 48 ساعت برای ما وقت داده بود. اینال برای ما 3 روز وقت داد. بعد از 3 روز برایت احوال میتیم میگه یا در ایمیلت و یا هم در نوتیفیکیشن اینباکس که هست. اینا دوستای عزیز در نیم ساعت قبول شد. ببینید ساعتم برایتان نشان میتم 7:39. پیشتر چند بود؟ 7:10 بود. درست است؟ اینا من برایتان نشان میتم. برای من نوتیفیکیشن اومد. خب اینجا تیک تاک خود را باز میکنم و اینا میایم اینجا اینباکس ببینید یک نوتیفیکیشن اومده. بالاش کلیک میکنم و اینجا برای من ببینید سیستم نوتیفیکیشن تیک تاک ویلکم تو. ببینین بالاش کلیک میکنم و اینا اینجا ببینین نوشته کرده welcome to creator reward program congratulations you have joined creator reward program میگه what is the next. حالا باید چیکار بکنین؟ اینجا نوشته کرده continue to create with you 1 minute or longer میگه. اینجا اگر خواستین میتونین که بخوانینم. گفته که اینال شما باید ویدیو هایی که بیشتر از 1 دقیقه است ویدیو های طولانی باید اپلود کنین و در اینجا که است برای شما خود تیک تاک آپشن هم میده که هفته چند تا ویدیو اپلود کنین و به همو برایتان هفتهوار $800 هم میده اگر شما طبق قوانین تیک تاک پیش برین. خب اینا رو ببینین ما در اینجا با تذکره افغانی یا با پاسپورت افغانی اینا میره وریفای میکنیم. کسایی که میگه در افغانستان نمیشه ببینین ما برایتان ثبوت نشان میدم. اینجا نوشته کرده وریفای یور آیدنتیتی. اینا اینجا بالای وریفای کلیک کرده یا پاسپورتتون یا تذکره الکترونیکیتون پیشتون باشه. من خودم اگر نه در کشور ترکیه هستم اقامه ترکیه هم دارم با اقامه ترکیه هم میتونم وریفای کنم. ولی کسایی که میگه در افغانستان نمیشه ببینین من با پاسپورت افغانی خود اینا میره وریفای میکنم. اینا اینجا بالای وریفای کلیک میکنم. اینجا من پاسپورت خودم آوردم اسکن میکنم. خب اینجا ببینین اینطور یک صفحه میآید یونایتد کینگدام میگه اگر شما در کشور یوکی هستین آیدی کارتش دارین درایور لیسنسش دارین پاسپورتش دارین میتونین که اینجا اسکن بکنین. ولی ما در یوکی نیستم در ترکیه هستم و در ترکیه هم که هستم تذکرهش ندارم پاسپورتش ندارم فقط اقامهش دارم. اگر من اینجا بالای از گزینه کلیک کرده ترکیه را انتخاب کنم فرض مثال اینجا ببینین ترکیه را انتخاب کردم. درست است؟ و این حال اگر ما بالای ترکیه کلیک کنم اینجا هم همون چیز از من میخواد آیدی کارت درایور لیسانس پاسپورت که متاسفانه من هیچ کدوم از اینا ندارم.
از خاطر ما چیکار میکنم؟ بالای ترکیه دوباره کلیک کرده اینال ایرا پاک میکنم و افغانستان کلیک میکنم. اینجا ببینید افغانستان آمد و اینال اینجا از ما فقط پاسورد میخواد که من اینجا پاسپورت خود آوردم. اینال ببینید پاسپورت خود را من اسکن میکنم و روان میکنم با همین پاسپورت افغانی خود وریفای میکنم. درست است؟ اینجا بالای نکست کلیک میکنیم و اینال ببینید یک کامera باز میشه. اینال ما بالای استارت کلیک میکنیم و بعد از اینجا تیک اپ فوتو میگه یا اپلود بکنین میگه. اینجا ما بالای تیک اپ فوتو کلیک میکنم و بعد از اینجا فوتو پیج اپ پاسپورت میگه. اینجا یک کامera باز میشه. بالای استارت کلیک میکنیم. اینجا ببینین کامera باشید. اینال اینگونه مکمل صفحهش اینگونه میگیریم. اینال اینجا ببینین همین گونه شما هم عکس پاسپورتتان را شفاف میگیرین. اگر تلفنتون کیفیتش پایین باشه با یک گوشی دیگه این کارا بکنین که کامرش شفاف باشه. اگر نه قبول نمیشه. ببینین اینجا خودش نوشته کرده check a photo, can you read the details, can you see the whole ID. آیا شما را خوانده میتونین؟ یعنی دیتیلز چیزایی که اینجا نوشته کرده بله من خوانده میتونم. شفاف عکسش گرفته. اینال اینجا کامپلیت کلیک میکنم. چکینگ ایمیج میگه و منتظر میباشیم ببینیم که قبول میکنه یعنی stay on the screen گفته. منتظر باش گفته this may take a few seconds. اینال اینجا آیدی ما اپلود شد. ببینید در بالا نوشته کرد آیدی uploaded. You will receive inbox notification on the app about the status or you can check it on the balance page میگه. اینال ببینید قسمی که پیشتر نوتیفیکیشن آمد در اینباکس ما همین گونه نوتیفیکیشن میآید میگه. و اینجا ببینید یک وریفیکیشن پروسس که هست یعنی سابمیت آیدنتیتی انفورمیشن قبول شد و بعد از اون میآید انفورمیشن اندر ریویو میگه. یعنی فعلا در حال بررسی است. 3 روز طول میکشه یا هم بیشتر از اون میگه طول بکشه. وقتی که قبول شد در نوتیفیکیشن شما میآید میگه. اینال اینجا ما گاتی تا کلیک میکنیم و بعد از اون دوباره این صفحه که هست ما را ریدایرکت میکنه در همون کریتر ریوارد همون صفحه که هست و بعد از اینجا سیت اپ پیمنت متد که هست بالای از بزنه کلیک کرده میتونین حساب پایپال تان را وصل کنین که متاسفانه من فعلا حساب پایپال ندارم ولی یک نفر هست ما از چی میکنیم. اگر خواستین که حساب پایپال تان را وصل کنین اینجا میایین. من فعلا نمیخوایم که وصل کنم به خاطر که اون نفر فعلا پیش من نیست. خب دوستای عزیز ببینید پاسپورت افغانی ما را هم قبول کرد. نیم ساعت پیش قبول شدم. بر ما 3 روز وقت داده بود. من موبایل خاموش کردم رفتم کار داشتم ولی اومدم دیدم که نیم ساعت پیش پاسپورت افغانی ما را هم قبول کرده. اینال اینجا من تیک تاک باز میکنم برایتون ثبوتم نشان میدم. خب اینجا من تیک تاک باز کردم. خب اینجا نوتیفیکیشن هست. میایم در پروفایل فیسبوک یا اینجا اینباکس که هست بالا اینباکس کلیک میکنیم و در اینجا سیستم نوتیفیکیشن که هست بالاش کلیک میکنم و در اینجا نوشته کرده آیدنتیتی وریفاید میگه your identity is verified. ببینید 31 دقیقه پیش. اینال اینجا من بالاش اگر کلیک کنم اینجا تمام دیتیل پاسپورت ما را نشان میده. ببینید آیدنتیتی وریفاید میگه تمامش تک مارک خورده و در پایین اومده ببینید آیدی تایپ پاسپورت فول لیگل نیم کی است عبداللطیف اوسترک تخلصش چی است اوسترک تاریخ تولدش نشنالیتی کجاست افغانستان نوشته کرده. ببینید اینال اینجا ما گاتی تا کلیک میکنم مکمل یعنی تیک تاک ما مونتاژ شد. اینال ما میتونیم که بیشتر از 1 دقیقه ویدیوهای طولانی را مثلا 1 دقیقه و 2 ثانیه هم باشه شما میتونین آپلود کنین و ازش درآمد کنین. اینال میریم دوباره پروفایل بالای 3 نقطه کلیک میکنیم تیک تاک استودیو و در اینجا که هست کریتر ریوارد کلیک میکنیم. اینال ببینید اینجا نوشته کرده سیت اپ پیمنت متد. اگر حساب پایپال دارین اینجا میتونین که وصل کنین. من فعلا وصل نمیکنم. این فرق نمیکنه. میتونین که 6 ماه بعد هم وصل کنین. هر وقت درآمد شما شروع شد و بیشتر از $1000 و $2000 یا $100 اگر شما درآمد کردین میتونین حساب پایپال تان وصل کنین. اگر خودتان ندارین حساب پایپال یک رفیقتان مثلا آلمان فرانسه یا یوکی امریکا از هر کشوری که باشه یا از کشورهای آسیایی مثلا کویت است دبی است از این جهان باشه فرق نمیکنه. مقصد حساب پایپال باشه شما میتونین وصل کنین و درآمدتون را این گونه نقد بکنین. خب دوستای عزیز اینی بود طریقه مونتایز کردن تیک تاک بدون فالوور او هم با پاسورد افغانی. خب قسمی که دیدین من پارسال آموزش داده بودم. اینال یک بار دیگه لایف برایتون آموزش میدم. دوباره اینجا اسکرین گوشی محمد ببینین. اینمی سایتش هست. اینم اینجا اومده accept invitation کلیک میکنین. قبلا با جای accept invitation join program میامد ولی فعلا که هست accept invitation میآید. قبل از اینکه بالای عزیزان کلیک بکنین از هم اول از اینجا میبراین اونمو ایمیل یا همو جیمیلی که شما چینل یوتیوب دارین 10000 سابسکرایبر داره و یک لاگین اینستاگرام دارین اونمو جیمیل را در گوگل کروم لاگین میکنین. از کجا لاگین میکنین؟ اینم اینجا در گوگل کروم که اومدین در بالا ببینین در بالا لوگوی جیمیل تان میآید. خب ما از صفر برایتان نشان بدم چون بعضیا بی سواد است مثل من نمیفهمه. گوگل کروم باز میکنین و بعد اینجا
لوگوی جیمیل تان میایه بالش کلیک میکنین اینال اینجا میبینین رحیم الله وزیری آمد خو جیمیلش ما سانسور کردیم اینجا بالای اینمی جیمیل تان کلیک میکنین و بعد از او میاین در پایین ساین اوت است بالای از گزینه کلیک میکنین به خاطر که اینجا یک جیمیل دیگه لاگین بود اینال دوباره بالای ساین این کلیک میکنین و اینجا که هست تمام جیمیل هایی که در گوشیتان هستن نشان میده ببینین ما بالش کلیک میکنم من 10 دانه جیمیل دارم اینجا اینال ما دوباره بالای ساین این کلیک کرده اینمی جیمیل را انتخاب میکنم که همراهش اینمی چینل افغان لرن تیپس را ما جور کردیم فعلا 80000 سابسکرایبر هست خب اینمی جیمیل انتخاب میکنم اینمی جیمیل هست اینا بالش کلیک میکنم و بعد از او این لاگین شد اینال میبینین در بالا لوگوش تغییر کرد قبلا یک جیمیل دیگه لاگین بود اینال افغان لرن تیپس لاگین شد درست است و اینال که هست دوباره میایم در گوگل کروم اینال نوشته میکنیم که join 1 minute plus گروپ پروگرام اینجا آمد بالش کلیک میکنم و بعد از در پایین میاین اینجا که هست ببینید 3 دانه لینک است شما اینمی لینک سومی را کلیک میکنین که accept invitation نوشته است اگر اینی را کلیک بکنین این لینک فعلا کار نمیده این قبلا کار میداد به خاطر که فعلا اینمی accept invitation آمده خب اگر من بالای از این لینک کلیک بکنم این باز نمیشه همین قسم صفحه سفید میمونه میبینین این باز نمیشه شما چیکار میکنین اینمی accept invitation را کلیک میکنین و بعد از او میاین در پایین اینجا شرایطش پیشتر برایتان نشان دادم 10000 سابسکرایبر در یوتیوب و یا 1 لایک اینستاگرام 1 لایک فالوور در اینستاگرام داشته باشین و بعد از او بالای accept invitation کلیک میکنین و بعد از او راستن شما رو میبره در یک سایت دیگه اونجا ایمیلتون رو میگه وریفای بکنین و اینال accept invitation ما بالایش کلیک میکنیم ولی قبل از او یک چیز دیگه رو میخوایم برایتان یادآور شوم در یک چینل یوتیوب شما میتونین یک دانه تیک تاک مونتایز بکنین من قبلا ایرا انجام دادم پیشتر برایتان نشان دادم پارسال تیک تاک رو مونتایز کردم ولی این بار دم پیش روی شما یک بار دیگه امتحان میکنیم آیا میتونیم که در یک چینل چندین دانه تیک تاک مونتایز بکنیم یعنی اگر قبول کرد خوش به حالتان من کلا همین تیک تاک شما را از طریق این چینل خود مونتایز میکنم accept invitation اینال یک بار بسم الله گفته کلیک میکنیم ببینیم که اینال قبول میکنه نمیکنه به خاطر که تا جایی که من خبر دارم در یک چینل یک دانه تیک تاک مونتایز میکنه من پیشرفته را فکر کنم اگر کار داد هر چقدر نفری که هست این ویدیو را میبینه تیک تاک شما را این قبول نکرد وطندارای عزیز به خاطر که من در تیک تاک خود میبینین قبول نکرد به خاطر که نو اینترنت کانکشن میگه اینال راه حل از این چی هست قسمی که برایتان گفتم در یک چینل شما میتونین یک دانه تیک تاک مونتایز بکنین در یک اینستاگرام یک دانه تیک تاک مونتایز بکنین یک دانه چینل یوتیوب پیدا بکنین یا خریداری بکنین یا هم یک نفر داره برش پیسه بتین فالوور فیک یا سابسکرایبر فیک خریداری کرده میتونین تیک تاک تا را مونتایز بکنین اگر اینجا قبول نکرد وطندارای عزیز این لینک هم هست اگر برای شما کار داد خوب بر ما خوب فعلا کار نمیتونم هر چی که حقیقت است اونمو را صادقانه برایتان میگم مثلا اینی آب است اینی شیر است اینی میشه اینی نمیشه میگم اینی بر ما کار نمیته میبینین اینا ما چیکار میکنیم accept invitation دوباره کلیک میکنیم این تیک تاک ما این چینل ما که هست قبلا تیک تاک رو مونتایز کرده بودم اینال یک تیک تاک دیگه است گرچه سابسکرایبر از 10000 نیست و دیگه هم یک بار امتحان میکنیم ببینیم که میشه یا نه این جیمیل خود مثلا یک بار ساین اوت میکنم و بعد از یک تیک تاک دیگه داره ما میبینین 8000 سابسکرایبر داره اونم رو یک بار امتحان میکنیم ببینیم که قبول میکنه نمیکنه خب من ساین این کردم اینال دوباره میرم در گوگل نوشته میکنیم join 1 minute plus growth پروگرام و بعد از این میره دوباره کلیک میکنیم و بعد از میایم دوباره accept invitation کلیک میکنیم یعنی 10000 سابسکرایبر نباشه قبول نمیکنه وطندارای عزیز چی فیک باشه چی اصلی باشه باید 10000 سابسکرایبر پورا بکنین میبینین از من قبول نکرد وطندارای عزیز اگر قبول نکرد مجبور هستین 10000 فالوور خود تیک تاک پورا بکنین این شرایط خود تیک تاک است میبینین 10000 فالوور است این میره پورا میکنین و بعد از اون میتونین که تیک تاک تو را مونتایز بکنین فقط دو راه دارین یا 10000 فالوور خود تیک تاک پورا میکنین یا از طریق چینل یوتیوب یا اینستاگرام که 1 لایک فالوور یا 10000 سابسکرایبر داشته باشه و چینل یوتیوب اینستاگرام هم که هست قبلا در یک تیک تاک دیگه لینک نشده باشه قسمی که دیدین اینم چینل افغان لرن تیپس ما در تیک تاک ما لینک شده بود من خودم مونتایز کرده بودم پارسال برایتون آموزش داده بودم این بار قبول نمیکنه اگر قبول نکرد شما مجبور هستین یک چینل دیگه را پیدا بکنیم برای خود اینال میایم سر
ویدیوهای رایگان گفتم که برای شما یک خزانه ویدیو رو نشان میدم که از اونجا شما ویدیوها را دانلود میکنین، میارینش در تیک تاک اپلود میکنین. اینجا هیچ گونه کپی رایت هم نمیه و شما میتونین درآمد بکنین. و او برنامه است به نام رد نوت. اینجا آمد در پلی استور موجود است، ما دانلود کردم، من خودم از ویدیوهاش استفاده میکنم. اینا ببینید من برایتون زوم میکنم، اینا باز میکنم. اینجا میلیون ابان میلیارد ویدیو هاست. کلا اینمی چینایی هاست. ببینین چینایی، کوریایی ها اینجا فعالیت میکنه. چینایی ها تیک تاک کشید، خودشان تیک تاک استفاده نمیکنه، ولی ما شما را دربدر کرده در تیک تاک خودشان از این برنامه استفاده میکنه. من در یک کاپادوکیا هم رفته بودم، یک دانه دختره که چین آمده بود، ببینین من ازش پرسان کردم. اینا ویدیو رو برایتون پلی میکنم، سعی کنید. 2000 سابسکرایبر دارم دیگه، حالا من از خودم براش نشان میدم. 1 minute. You don't use TikTok? I use Chinese TikTok. میبینین Chinese TikTok. Yeah. Bilibili? No, it's okay, Douyin, okay. yes. We call it Douyin. How much your follower in TikTok? TikTok is 15. No, this is YouTube channel. TikTok. But I don't have TikTok. I just this is Chinese TikTok. Chinese TikTok. Yes. Okay. تو سه عزیز میگه یک اپلیکیشن دیگه به نام تیک تاک هست. تیک تاک واره ما از تیک تاک استفاده نمیکنیم. میگه ببینید اینا را تیک تاک جور کرده، ما شما را دربدر کرده، خودش دیگه اپلیکیشن استفاده میکنه. درست است اینم اینجا. دیدین چینایی‌ها که اصلا خودشان تیک تاک استفاده نمیکنه، از این برنامه استفاده میکنه. و این برنامه را من از همه دخترک گرفته بودم. میبینید ما اینجا که اصلا اینا ایت ویدیوها هست در تیک تاک میلیون بازدید میگیره. اینا ما برایتون پلی میکنیم یکشه. دستکاری است، از دست موتور ساخته. میبینید صدای زمان ویدیو رو ببینید 40 ثانیه. حتی اگر ما داخلش برم اینجا که است میبینید کلا ویدیوهای جور میکنه که در تیک تاک با خدا باور بکنین میلیون بازدید میگیره. من اینم یک بار فالو بکنم، ویدیوهای از خودم استفاده میکنم. خب مثلا اینی است، از دست خانه جور میکنه. نه مثلا این ویدیو ببینید، زمان ویدیو رو ببینین 1 دقیقه و 10 ثانیه. در تیک تاک مونتایز میشه و شما میتونین درآمد میکنین. اینی میلیون بازدید چی ویدیو است. میبینین کلا ویدیوهای با کیفیت است. اگر دانلود هم بکنین کیفیتش خراب هم نمیشه و در تیک تاک شما میتونین درآمد هم بکنین. حتی با معذرت چارج کامera خلاص شد، خاموش شد. جور باشین، سلامت باشین، منتظر ویدیوهای بعدی باشین.